سلام بر عزیزای دلم، امیدوارم که هر جا هستین حالتون خوب باشه. آقا بهرام هوس شعله زر کرده، بعد گفته میخوام امروز برام شعله زر درست کنیم. منم گفتم چشم. پا شدم یکم برنج خیس کردم، میخوام کنار شما با هم انجام بدیم. خب برنج الان تقریبا 3 ساعت خیس کردم با زعفرون. بعد میخوام بریزم به این قابلمه. زعفرم اصلا رنگش نگرفت، ببخشید اگه بعد فیلم میگیرم دست تنهایی نمیشه. آقا بهرام فقط دستور میده که درست کن، نمیاد فیلم بگیره. الهام که اینجا نیست. یه چایی هم برای آقا بهرام بریزم. آقا بهرام چایی رو تو زحمت شده بکش، دستت درد نکنه. تو که هوس شعله زر کردی باید چایی هم حتی اگه آره دیدی من میخواد یه چای بذاره. بابا با دستمال آها دیگه نشد که. آخه میخواد چرا درشو برمیداری؟ اون خیلی وقت دم کشته عزیزم. حالا یه چیزی خواستی ما ازش. آخ واقعا چرا در اونو برداشتی؟ بگو. برای چی برداشتی؟ بگو تو رو خدا. این راحت بشینه روی این. آخ یعنی چی؟ خانم شما یه سلیقه دارید، ما هم یه سلیقه داریم. بابا درشو بذار. همه رنگو خالی کردی توی استکان. ای خدا. درست شدن. من پیر میشم به این چیزی یاد بدم. خانم این حرفات چیه بعده بابا؟ نه بد نیست واقعا. مرد باید خونه پدرش کار کنه. قبول داری؟ بله درست. از خونه یاد بگیره. آره. بره کجا؟ خونه شو. ای خدا. از من باید اینا رو. خب ولی خوبه این تا الان 55 سالشه. خانم چقدر زیاد گفتی. شما خودتون سنتون رو نمیگید. به من میگی 55. من هنوز تقریبا 30 سال 35 سال. خب تو 20 سالت عزیزم، برای من همون 20 ساله هستی. مرسی. دست به سیاه‌سفید نزد آقا بهرام. این حرف از کجا خوردیم خانم بابا؟ شما من میخوام کم کم بهش یاد بدم از چشم باباش بدور. بفرمایید چایی. دستت ببین چه چاییه. آره دستت در نگه. خرما هم بردار ببر رو میز بیا. اینم تا به جوش بیاد بیایم کم کم انجام بدیم. جانم سلام السلام، خوبی؟ تو هم میگی کار نمیکنه؟ ایول نم نازنازی من. کم کم داره آماده میشه شعله زرد من. کمی هم زعفران بریزم. این فیلمو همه میبینه. شما سر تقصیرها رو، همه تقصیرها رو به گردن من میاندازی. بابا همه میبینن اینو. همه میبینن تو درست کردی. آره نه دیگه هرچه کاسه کوسه است سر من میشکنی تو آخر. چه کاسه گم کار کن برا من، یاد بگی برا خودت. آفرین. کجا رفتی؟ ببین همینه دیگه، میای یه هم میزنی میری. اونجا باز دوباره میگی بلد نیست. نه بلد کار نمیکنه. آخه نشد. کمی هم این قشنگ بپزه. خب من ظرفای اینها رو بشورم. بریم مراحل بعدی شعله زردمون.
دوستان نمیدونم کارهای ایدتون کردین یا نه. من هنوز شروع نکردم. البته کار زیادی ندارم، فقط میخوام آشپزخانه رو بریزم چون یکی کارمو یک ماه پیش انجام دادم با الهه. ولی الان فقط یکی دو روز وقت میبره اگه آقا بختمو راضی کنم که با هم اینجا رو بریزیم خیلی خوب میشه از شروع کنیم. این زبان آذری که دیگه واسه ما شده یه کار دشوار. هر روز که ترکی حرف میزنیم فارسی حرف زدن خیلی سخته برامون. خیلی بچه ها میگن تو خونه با بابا فارسی حرف بزن تا تو ویدیوهات مشکل نیاد بهت، ولی نمیتونم. خب من ظرفامو شستم. اینم گندمیه که خیس کردم، کم کم دارن جوانه میزنن. میبینی برای سمنو. حالا بریم ببینیم شغل زردمون در چه حالیه. اینا رو کفیه رو باید کم کم بگیرم از روش، بردارم اینا رو. کم کم دیگه داره آماده میشه. خب دوستای گلم الان وقت این معجوناست که معجزه میکنه واسه شعله زرد. یکم بیار آقا بهرامی جلو. روش نوشته عرق شاهسپه، ما ترکا بهش میگیم شاهسپران. فقط تو آذربایجان شرقی هست، فکر نکنم جاهای دیگه باشه، شاید باشه ولی تهران که رفتیم یزد فامیل داریم، اصفهان فامیل داریم، اونا اصلا میگن اونجا چنین چیزی نیست. من میگیرم براش میفرستم یا اومدنی خودشون میگیرن. بعد اینو تو شیر برنج و شعله زرد واقعا محشر. یعنی یه چیزی میگم دیگه، واسه چای هم میریزن تو تابستونا. نصف شاخ از این میریزم قشنگ. حالا نوبت گلابمونه. بعضیا پودر هل هم میریزن آقا بهرام. من که نمیریزم ولی میخوام امتحان کنم ببینم پودر هل چجوری میشه. یه ذره پودر هل بریزم براش. امتحان کن، توکل بر خدا. امتحان کن. هر چی هست بریز داخلی. من نمیدونم، دوست دارم. پودر هل هم که هنوز نریختم ظرفش. امروز خریدم. یه ذرم پودر هل بریزم ببینم چجوری میشه. زیاد نمیریزم. آخر سرم بازم زعفرانش رو میریزم، آبش کمی کشیده بشه تا بگیره آبش کلا. میبینی ترکی حرف زدن خیلی راحت تر از فارسی حرف زدن. من چیکار کنم؟ ببخشین دیگه دوستای گلم. خب یه کمی خلال بادام بریزم. در اینم ببندم. میخوام وقتی این شعله زردم تموم شد با بهرام بریم یه دور بزنیم پاساژا ببینیم چه خبره. دم عیدی
خب عزیزای دلم، من زعفران اینم میریزم اما ببینم رنگش چجوریه. بکنم بازم میخواد خاموش ریختم. عالی، قشنگ. یه ربم بمونه عالی میشه. قرار بود که با آقا بهرام بریم بیرون. آقا رفت خوابید، منم اینجا تنها گذاشت. بعد منم میخوام الان تا این کاملا به جوش بیاد و قشنگ لابی تر بشه، میخوام 2 کابینت آشپزخانه رو تموم کنم، بقیه‌اش هم بمونه واسه فردا. خب من این طبقه رو قشنگ تمیز کردم، الان کشو بیندازم روش. اینجا رو قشنگ تمیز کردم، برم که اون یکی وسایلش رو بچینم. خب من چایی رو بریزم سرتش. این برام صبحاتی اومده، چای گلستان ایرانی شمال. خیلی خوشمزه هست. خب اینم از این. از نبات ها. خب من قشنگ اینا رو برداشتم، تمیز پاک کردم، چیدمشو سر جاشو. هر روز 2 طبقه از کابینتامو تمیز کنم، برای عید تموم میشه آشپزخونه. نمیخوام همه جا رو یه روزه بریزم به هم، خب با حوصله کارامو انجام بدم. خب شل زرد من قشنگ آماده است، بوش همه جا رو برداشته. واقعا جاتون خالی، حتما درست کنین. توی این نزدیکای ماه رمضان هم هست، خیلی میچسبه بهتون. حالا ببرم که بکشم. خب عزیزای دلم، شال زرد منم آماده شد. من میخوام واسه خودمون تو این پیاله های کوچیک بریزم که چند روز نفر یه دونه بخوریم که اسراف نشه دیگه. لاهم نیست، خودمون 2 تایی هستیم. تو اینم میخوام برای مامان محمد اینا بکشم. قشنگ میکشم سرد بشه. واقعا که عطر بوش اینجا رو برداشته، جای همه تو خالیه، جای دخترها و پسرای گلمون آقا محمد و آقا احسان خالیه اینجا. به خدا کاش اینجا بودن، نفر یه دونه از اینا نوش جون میکردن. نزدیکای ماه رمضان، حتما شما با این چی میگن دستور پخت حتما بپزین. بعد اینم بریزم کنیم. بازم یه پیاله موند.
قشنگ سرد بشه روشو تزیین کنیم. خب اینم از شل زردهای من. خب ما آماده شدیم بریم یه دور بزنیم با آقا بهرام، بعد شل زرد محمدی نام بدیم بیاییم. فعلا